بالاخره بعد از 1 سال کلنجار رفتم با خودم و بعد از روزها و ساعتها فکر کردن دل خودم رو به دریا زدم و اولین ویدیوی خودم رو آپلود کردم. البته سوء تفاهم نشه، کل سال گذشته رو صرف ساخت ویدیو نکردم، بلکه طرح اولیش از اون موقع میاد، تا زمانی که از 6 ماه قبل به طور جدی ساخت ویدیو رو شروع کردم، به طوری که چیزی فراتر از فکر و خیال باشه و واقعیت پیدا کنه. بعد از اون بود که انواع چالش‌ها پدیدار شدن. تو اون دوره مدل‌های مختلفی و انتخاب، امتحان و رد کردم تا 3 ماه قبل که تونستم مدلی که دوست داشتم رو پیدا کنم و اونجا بود که فکر کردم بالاخره تموم شده و میتونم اولین ویدیوی خودم رو آپلود کنم که یهو زارد. قوانین کپی رایت مثل دیوار زیبایی به سر این جانم خورد و دفع همین مشکل 3 ماه زمان برد و بالاخره تونستم تازه وارد بازی بشم، مثل یک دونده ماراتون که تازه تونسته برای مسابقه ثبت نام کنه و هنوز تو شروع مسیره. از همه اینا بگذریم، من والنم. اینجا کانال ذهن والنه. همونطور که از اسم کانال میبینین، این کانال ذهن منه و هدف اصلی ذهن من رسیدن به رازهای رشد شخصی و توسعه فردیه و در کنار همه اینا مثل هر ذهن دیگه یک قسمت کنجکاو داره که قرار این کنجکاوی رو هم با هم دیگه تو این کانال ببینیم. این بود از 7 خانه والن و قدم اول من برای شروع. برای ادامه مسیرم به حمایت شما نیاز دارم و ممنون میشم که با لایک ویدیو و سابسکرایب کانال من به من انرژی بدید و حتما نظراتتون رو برای اینکه ویدیوهای آینده چطوری باشه برام کامنت کنید. تا ویدیوی بعد.